در آفساید این هفته میخوایم بریم تو 18 قدم فرهنگی و در اونجا آفساید گیری کنیم از عزمایی که داره از احساس ولنگاری فرهنگی رنج میبره. بنده احساس یک ولنگاری میکنم در مسئله فرهنگ. یه نوع ولنگاری وجود دارد در امر فرهنگ، در تولید کالای فرهنگی مفید که کوتاهی میکنیم. این احساس ولنگاری در حالی به خامنه‌ای دست داده که بسیجی‌ها توی این چند سال با صرف هزینه‌های کلان مشغول تولید کالاهای فرهنگی بودند و هستند. کالا هم که میگم کالاها، نه جنس چینی کم خرج وارداتی، بلکه محصول اقتصاد مقاومتی 100% بومی که پاشم کلی پول رفته. خودشون هم فکر میکنن که صادراتی کار کردن و میشه اینها رو برای جشنواره‌های گرمی و اینا فرستاد. یعنی یه همچین محصولاتی. توی این برنامه میخوایم چند تا از این کالاهای مفید فرهنگی رو بررسی کنیم و دوز ضد ولنگاریشون رو بسنجیم. یکی از معضلات نظام پدیده مدافعان بشاره که به خودشون میگن مدافعان حرم. این پدیده‌ایه که توش به شدت نیاز به کار فرهنگی دارن تا انگیزه ایجاد کنند، چون خودشون خوب میدونن که الان وضعیت طوریه که اگه لب مرزها خبری بشه کسی نمیره به جنگه دیگه، چه برسه به سوریه. خیلی متشکرم. اصلا من اونجا رو کار ندارم. الان بگیم دم مرز جنگه، چند تامون میریم؟ واقعا خدا وکیلیش اصلا اونجا نیست. لب مرز ما جنگه. بسم الله. آقایون تو اینترنت همه داستان و فلان پشتیم بریم ببینیم کی میره لب مرز به جنگه. والا به قرآن نمیره کسی. به همین دلیل به فکر افتادن که با الگو گرفتن از زمان جنگ و تاکتیک امواج انسانی امامشون برن توی مدارس و بچه ها رو با یک روزه ویدیو، موزیک ویدیو نه ها، روزه ویدیو راهی جبهه سوریه کنن. کودکی خادم این تبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم. توی این کلیپ یه سری بچه محصل از مدرسه میان سراغ یکی دیگه که ظاهرا توی خونه مونده و سیاه پوشه چون باباش تو سوریه کشته شده. بعد به جای اینکه این بچه‌ها بیان دنبالش که مثلا برن با هم فوتبال بازی کنن روحیش عوض بشه، چند تا بچه رو آوردن، لباس پلنگی به تن و پوتین پاشون کردن و روزه میخونن که تو هم بیا بریم سوریه کشته بشیم. حکم دفاع از حرم ز شاه نجف دارم، برم همار جان به کف دارم، هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست، مسیرم از حرم از قدس را هدف دارم. علاقه خاصی هم به بستن بند پوتین دارن، چون توی همه کلیپاشون یه خط در میون این تصویر رو نشون میدن، تصویر پوتین. سناریوی این ویدیو کلیپ ها معمولاً اقتباسی از فیلم ها و کلیپ های هندیه. توی این کلیپ هم راج کاپور و شیشا کاپور اول به هم میرسن، بعدش یه بند کفش و یه سربندم میبندن، میرن توی حوض یه پرچم میچرخونن و برو بریم سوریه. به همین راحتی طرف قانع شد که بره جبهه. همین چیزا رو توی تیوی ریش پخش میکنن، بعد مینالن که چرا ملت میرن سراغ ماهواره. به هر حال نمونه دیگه یک اثر فرهنگیه که بعد از همه بزبیاری ها تو عراق و سوریه میخواد به خود قاسم سلیمانی روحیه بده، چون ظاهرا از همه روحیه باخته تر خودشه. باز دوباره چند شد از پوتین و این بار سناریو اینه که چند تا کماندوی آبدوخیاری تو روز روشن از پشت سر به یه نفر نزدیک میشن و اوج داستان هم این صحنه. بله، به این میگن هنر قاسم سلیمانی پسند، صدای شکستن گردن وسط ترانه. احتمالاً این تنها درمان قاسم سلیمانی گردن شکسته است. البته دست پرورده های قاسم سلیمانی کالاهای مفیدتر فرهنگی هم تو کارنامه‌شون دارن. از جمله یک بار وقتی احمدی نژاد به لبنان رفته بود،
با یک ترانه ازش استقبال کردند که شعر بسیار فاخری داشت. اما همونطور که میبینید توی این جمع تنها کسی که از این ترانه فاخر تأثیر پذیرفته احمدی نژاده. اگر تا به حال در بین این کالاها کالای مفید فرهنگی پیدا نکردید، الان دیگه میریم سراغ اصل جنس، یعنی کالاهای 1 میلیارد تومانی گروه تولید حوزه انقلاب اسلامی یا همون یک از همین گروه‌های بسیج. این گروه 3 سال پیش یک کلیپی بیرون داد که خودشون فکر میکردن که توی تاپ 10 جهانی در صدر قرار میگیره. توی این کلیپ چند تا بسیجی به طور کاملا ناگهانی میان توی میدون آزادی بساط راه میندازن، یه ترانه میخونن تا ملت جمع بشن، بعد بینشون عکس عظما و ساندیس و بادکنک توزیع کنن که همون موقع هم توی پیک شادی سوژه شدن. و به این ترتیب اولین ویدیو کلیپ تلویزیون پشت و شیشه به پایان میرسد و حسابی میترکاند. سر تخته بشوننت با این ویدیو کلیپ درست کردنت. این تبلیغ ساندیس بود یا ولی فقیه؟ آخر سر هم به سبک کلیپ های مرحوم مایکل جکسون یه بسیجی شوت میره بالای میدون آزادی تا ناله های عظما رو رله کنه. حالا اخیراً همین گروه قسمت دوم این کلیپ رو رونمایی کردند، اونم با کلی تبلیغات از قبل و یک فضایی میدادند که گویی الان بزرگترین اتفاق هنری ایران داره رخ میده. این موسیقی کلیپشو دیدی؟ این هم پسر است که تو میدون آزادی میخون. آره همون مال میدون آزادی بود. دومیش هم ساختیم، مراسم رونماییشه. بیا ببین. دوربین میچرخید دوی همونه. آیین رونمایی از نماهنگ ایستاده ایم 2 چهارشنبه 27 مرداد 1395. بعد از همه این تبلیغات بالاخره روز رونماییش رسید و برای نشون دادن این کلیپ همایش را انداختن، خبرنگار آوردن، توی اخبارم اعلام کردن، کلی هم جایزه بهشون دادند. نماهنگ تا آخرین قطره خون ایستاده ایم رونمایی شد. نماهنگ تا آخرین قطره خون ایستاده ایم در مدت 2 سال تولید شده و در آن از جدیدترین تکنیک های رایانه‌ای و جلوه های ویژه استفاده شده است. برای بازارگرمی این کالای فرهنگی هم همه جا جار زدند که برای تولید این کلیپ 2 سال وقت گذاشتن و بیش از 1 میلیارد تومان هزینه کردن. خودشون بعدا نوشتن که با این پول میشد یک فیلم 90 دقیقه‌ای درست کرد که الان خرج این کلیپ 7 دقیقه‌ای شده. حالا ببینیم که اصلا موضوع کلیپ چیه. آقا ما بریم. سلام. در صحنه‌های ابتدایی ما تصاویری از مردم خوشحال، هم از زن و مرد و کودک و بزرگسال می‌بینیم که در کنار ساحل دارن خوش می‌گذرونن و کنارشون هم نیروگاه هسته‌ای بوشهر دیده میشه و خلاصه همه چیز داره به خوبی پیش میره. نه خبری از تورم هست، نه از بیکاری و همه در رفاه مطلق فقط مشغول پیکنیک هستند. بفرمایید. به دست شما درد نکنه. بچه‌ها نخو آزاد کنین. بگیریم. بعد از 3 دقیقه یک دفعه یک موشک میخوره به هواپیما و جنگ شروع میشه. کشتی‌ها و هواپیماها حملهشون رو از هوا و دریا شروع میکنن. آهای کشتی جنگی مراز نعره نترسا.
بعد هواپیما همه جا رو داره بمبارون میکنه، آدما پرت میشن، ساختمونا منفجر میشن، طرف ککش نمیگزه. همین که پرچم نظام افتاد یک دفعه غیرتی میشه. شبیه پرچم کاوه به گل نشسته درفشم، منم که وارث رستم، منم که صاحب رخشم. حالا همه با پرچم صف کشیدن، آدم فکر میکنه که چیکار میخوام بکنن. در این قسمت که اوج داستان هست، چنان برگی روی زمین میزنن که دست همه فیلم‌های هندی رو از پشت بسته. میان خشکی و دریا اگر کرد شبی از من، قلم کنم قدمت را. یعنی با یه باد پرچم و نعره چند تا بسیجی تمام ناوهای هواپیمابر و کشتی‌ها و هلیکوپترهای دشمن کامپیوتری رفتن زیر آب. سکانس پایانی هم به جای اینکه گره این داستان آبگوشی رو باز کنه، 2 تا گره کور بهش اضافه میکنه. بعد از اینکه همه کشتی‌ها رفتن زیر آب و دوباره خورشید در اومد و همه چی ساکت شد، خواننده با یک نگاه به چپ و راست چک میکنه و میبینه بله، هم نیروگاه بوشهر سالم و هم پالایشگاه و اصلا اثری از بمباران نیست. بالاخره معلوم نشد که همه این کلیپ خواب و خیال بوده یا توی همین 1 دقیقه همزمان با غرق کردن کشتی‌ها نیروگاه رو هم دوباره ساختن. در مورد این ویدیو کلیپ نیاز نیست ما خیلی صحبت کنیم. اگر فقط چند جمله از نقدهایی که خود رسانه‌های دلواپسا، یعنی همون باند خودشون، باند بسیجی‌ها، درباره این کلیپ گفتن رو براتون بخونیم، دستتون میاد که چقدر این کالای فرهنگی مفید بوده. هزینه در حد هالیوود، کیفیت در حد بالیوود. هزینه میلیاردی برای یک کلیپ بی‌کیفیت. سازندگان که گویا زیادی از حد فیلم‌های هندی نگاه می‌کنند، در این کلیپ ایده های فیلم هندی رو پیاده کردند، به طوری که بعد از شلیک ناو آمریکایی جوانان پرچم به دست از روی گلوله توپ میپرند و صرفاً با یک فریاد کشتی‌های جنگی رو غرق میکنند. اینم کامنت چند بسیجی زیر همین کلیپ. هم توان نظامیمان به مسخره گرفته شد، هم قابلیت‌های هنریمان. صرف چنین هزینه‌ای برای این کلیپ بی سر و ته و مضحک اجحاف در حق شهداست. بعد تازه به همینجا ختم نشد و محصول این سیخ و سنبه ها دوباره ریخت توی دعوای باندی. جناح مقابلم این کلیپ بسیجی ها که معلومه بودجه نجومیش رو سپاه و بسیج تامین کردن دست گرفتن و گفتن هزینه میلیارد تومانی برای کلیپ 7 دقیقه‌ای بی‌کیفیت جنگ تخیلی ایران و آمریکا. کسانی که هنوز علیه دولت برای فیش‌های حقوقی مرثیه سرایی می‌کنند چرا در این مورد ساکتن؟ خب از روی همین واکنش‌ها در درون خودشون میشه فهمید که این کلیپ که گل محصولات فرهنگی نظام بود چقدر در جنگ نرم مفید واقع شده و چرا عظما احساس ولنگاری در دستگاه‌های فرهنگی میکنه. علت اینه که تنها جایی که این کلیپ ها توش مفید واقع میشن در سوژه دادن برای طنزه. روحیه شقاوت، مجموعه جهالت، جویید در زمین و در باور بسیجی، رهبر دهد چو فرمان، با مانده ایم در آن منگز کله هامان، از رهبر بسیجی